کچالوی سیاه. حالا ببینیم چیپس میشه یا نه. این کچالو واقعا عالی رنگ داره و خیلی هم سفته. ببینیم چیپس میشه یا نه. فکر میکنم چیپس نشه چون بسیار سفته. دوستان عزیزم، نتیجه چیپس کردن کچالوی سیاه و کچالوی زرد میبینیم. مزه میکنیم. بسیار ترد اومده کچالوی سیاه و کچالوی سرخ هم عالی. البته برای چیپس کردن کچالوی سرخ پیشنهاد میکنم. کچالوی سیاه مزهش به کچالوی سرخ نمیرسه. تشکر از اینکه ما رو فالو میکنین و به دوستانتون معرفی میکنین.